اگر شما هم میخواین روی سیستمتون یک ربات شخصی سازی بسیار امن داشته باشید که با زدن فقط یک دکمه صدها اکانت همستر و تبس و آب و مینفا و غیره رو براتون ماین بکنه، پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. این ربات رو چون شما شخصی سازی میکنید امنیت بسیار بالایی داره و با وجود اکانت های زیاد قابل شناسایی و بند شدن نیست. در این ویدیو پیش نیازها و تنظیمات نرم افزار و ربات استارت رو بهتون آموزش میدم که با یک بار تنظیم کردن برای همیشه از اون استفاده کنید. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. برای اینکه به ساده ترین شکل ممکن بتونیم تمام اکانت هامون رو مدیریت کنیم، نیاز داریم که دو تا نرم افزار از قبل دانلود و نصب کنیم. نرم افزار LD پلیر که شبیه ساز اندرویده و میتونیم روش اکانت های زیادی بسازیم، و نرم افزار اتوماتیک موس اند کیبورد که هر دوی اینها رو میتونید از سافت 98 دانلود و روی سیستمتون نصب کنید. و VPN اوبلیویون که یک فیلتر شکن رایگان و قابل اطمینانه رو میتونید از گیتاب دانلود و نصب کنید. البته لینک همشون رو هم تو دیسکریپشن و هم تو کانال تلگرام براتون گذاشتم. بعد از نصب هر دو نرم افزار رو تو منوی استارت پایین پین کنید. وقتی برای اولین بار شبیه ساز اندروید رو باز میکنید، برای شما فقط یک گزینه فعاله که روش نوشته LD پلیر. تیک سمت چپ رو میزنیم و روی آیکون 6 ضلعی سمت راست کلیک میکنیم تا تنظیمات اولیه‌شو انجام بدیم. در این قسمت گزینه تبلت مود رو به موبایل مود تغییر بدید. اگه سیستم قوی دارید یا اکانتتون کمتر از 20 عدده، 900 در 1280 DPI انتخاب بکنید و اگر قرار اکانت های خیلی زیادی بسازید، 540 در 960 DPI انتخاب کنید. حالا میتونید شبیه ساز رو باز بکنید و داخلش تلگرام، تونکیپر و فیلتر شکن اوبلیویون رو نصب کنید. برای دانلود و نصبش هم میتونید از طریق گوگل پلی که داخل خود نرم افزار وجود داره استفاده بکنید و یا نرم افزار مورد نظر رو دانلود کنید و با درگ اند دراپ کردن توی شبیه ساز رها کنید تا نصب بشه. روی نوار سمت راست کلیک کنید و صدای نرم افزار رو قطع کنید تا باعث آزارتون نشه. توجه داشته باشید که در این قسمت تلگرام و تونکیپر به هیچ شماره و اکانتی وصل نشده و به صورت خامه تا بتونیم از اون کپی بگیریم. در این قسمت نرم افزار رو میبندیم و به منوی اصلی برمیگردیم. تیک LD پلیر رو فعال میکنیم و روی کلید اد اسنس کلیک میکنیم. بعد از اون روی کلون اسنس کلیک میکنیم و در قسمت اعداد تعداد اکانتی که میخوایم برامون ساخته بشه رو وارد میکنیم. به همین صورت اکانت ها رو میسازه و نصب میکنه و تنظیماتی که روی اکانت اول انجام دادیم به روی همه اکانت ها اعمال شده. برای تغییر نام روی کلمه LD پلیر دابل کلیک کنید و اونو به عدد تغییر بدید. از شماره 1 و تا اکانت آخری که دارین همه رو به ترتیب شماره گذاری کنید. حالا دیگه میتونید اکانت ها رو یک به یک به تلگرام و کیف پول متصل کنید. توجه داشته باشید زبان تمام تلگراماتون انگلیسی باشه و تمام نوتیفیکیشناشو قطع کنید تا اختلالی در کارتون به وجود نیاره. پیشنهاد میکنم مثل من یک گروه تلگرام بسازید و در بالا پین کنید و تمام اکانتاتون رو عضو کنید در اون. این کار باعث میشه که ادلیست اضافه کردن و زیر مجموعه گیری برای شما خیلی راحت‌تر و سریع‌تر بشه. برای این ربات باید مانیتورمون هم تنظیم کنیم. یه قسمت خالی از مانیتورتون کلیک راست کنید و روی دیسپلی ستینگ کلیک کنید. بعد از اون روی چنج آف تکست کلیک کنید و اون رو روی 100% قرار بدید و با زدن دکمه ضبط در اون رو ببندید. قسمت آخر تنظیم کردن ربات استارتره که این ربات رو میتونید از طریق کانال تلگرام به من پیام بدین و تهیه‌اش بکنید. زمانی که ربات رو تهیه‌اش بکنید یه پوشه داره به نام لایبری. وقتی بازش بکنید تو قسمت بات میین استار بات رو میگیرین و میندازینش بیرون. ربات موس اند کیبورد رو بازش میکنیم و اینو درک میکنیم و میندازیم داخلش. خطای سبزی که میبینید فقط کامنته و توی اسکریپت اصلا اجرا نمیشه. قسمتی که نوشته 13 تعداد اکانت خودتون رو باید وارد کنید. من تعداد اکانتم 13 تاست. اینو بازش میکنید و اینو تغییرش میدید. به فرض مثال مثلا شما 50 تا اکانت دارین و میخواین از اکانت 1 شروع کنه و تا اکانت 50 کارو ادامه بده. در خط بعد کیبورد ما حتما باید انگلیسی باشه. برای این کار روی خط دوم کلیک میکنیم
در پنجره‌ای که ظاهر میشه کات بی ام پی فروم اسکرین روش کلیک میکنیم، یک کادر کوچیک مشکی برای ما ظاهر میشه که با نگه داشتن کلید شیفت روی کیبورد و جهت چپ و راست و بالا پایین این کادر رو میتونیم بزرگ و کوچیکش کنیم. به اندازه دلخواه تنظیمش میکنیم. کیبورد حتما باید فارسی باشه در این قسمت که فارسیه رو بهش نشون میدیم و بهش میگیم که اگر فارسی باشه اینجا کلمه فا دیده میشه. وقتی میزنم اینجا نمایشش میده و اینجوری میتونه پیداش بکنه. اوکی میکنه. در خط بعد میخواد نرم افزار شبیه ساز رو بهش بشناسونیم و محل نصبش رو بهش بگیم. بازش میکنیم و روی قسمت آبی رنگ کلیک میکنیم. بعد میایم رو نوار پایین که شبیه ساز رو نصب کردیم کلیک راست میکنیم، روی لی پلر دوباره کلیک راست و روی عکس آچار کلیک چپ میکنیم. این آدرسی که میبینیم به شکل آبی در اومده رو کنترل سی میزنیم، این آدرس رو پاک میکنیم و جایگزینش میکنیم کنترل وی و اوکیش میکنیم. اینجوری میتونه شبیه ساز رو بشناسه بازش بکنه. خب با این دیگه کاری نداریم، میتونیم ببندیم. خط بعدی آیکون سرچ رو میخواد پیدا بکنه. خب برای این کار این اول میبندم، میارمش کنار، شبیه ساز رو باز میکنم. آیکون سرچ اینجاست. دابل کلیک میکنم و میام به اندازه کادر سرچ هم اینو تنظیمش میکنم و کلیک میکنم و اوکیش میکنم. تموم. خط بعد آیکون استارت رو میخواد. اینم آیکون استارت. خط بعد فیلتر شکن اوبلیویون رو میخواد که بازش میکنیم. اگر کات کوچیکی یا بزرگ بود گفتم شما شیفت نگه میدارید با کلیدای چپ و راست و بالا پایین به اندازه که به اندازه دلخواهتون تنظیمش میکنید. اینم اوکیش میکنیم. خط بعد باید بفهمه که کجا کلیک کنه تا روشن بشه. این قسمت رو بهش میدم. خط بعد زمان روشن شدن رو باید بفهمه. وای میسیم تا وصل شه. خب اینجا همینطور که از عکسش مشخصه قسمت برقرار شد رو بهش میدیم که اگه اینو دید یعنی وی پی ان متصل شده. اوکی میکنیم. خط بعدی بستنش. اینم زبده رو بهش شناسوندیم. اوکیش میکنیم. خط بعد تلگرام میخواد باز کنه. رو هوم کلیک میکنیم. اینجا عکس تلگرام رو بهش میدیم. خط بعد دوباره میخواد اکانت رو ببنده که روی ویو بی ام پی اگه بزنم نشون میده کجا رو میخواد ببنده. میام و تنظیمش میکنم. اینم زبده رو بهش شناسونده. اوکیش میکنم. خط آخرم که میخواد ال پلیر رو ببنده، یعنی اکسید این رو باید بهش بدم. این ظاهر میشه و قسمت اکسید رو بهش میشناسونه. خب خط آخر نیاز به تنظیم نداره. نرم افزاری که بازه رو میخواد ببنده میگه اینجا ال پلیر بازه و قرار ببندش. اگر اینو پیداش نکرد میان رفرشش میکنید و فلش پایین این گوشه رو میزنید، میان ال پلیر رو پیداش میکنه بهش میشناسونیم. اینم ال پلیر. آخرین خطم میخواد زمان تأخیرش رو نشون بده که هر چند ساعت دوباره این کار رو انجام بده. من بهش 2.5 ساعت رو دادم. کادر اول ساعت، دقیقه، ثانیه و اینم میلی ثانیه است، یعنی هزارم ثانیه. من 2 ساعت و 30 دقیقه بهش دادم. حالا شما به دلخواه خودتون میتونید تغییرش بدید. در قسمت پایینم ریپیت رو داریم که با فعال کردنش تعداد دفعاتی که این اسکریپت باید اجرا بشه رو میتونیم بهش بگیم. به فرض مثال میذاریمش 20 تا 20 بار این کار رو برای ما انجام بده. بعد از 20 بار از اسکریپت خارج میشه و ربات استاپ میکنه. روی این گزینه میزنیم تا سیوش کنه. ربات بعدی که باید تنظیم بکنیم ربات همستر و قسمت لایبریش. اون ربات وقتی تنظیم کردیم، حالا میتونه ربات زیادی باشه، همستر باشه، مینفای باشه، تپسا و غیره. هر رباتی که بخوایم بعد از این اضافه کنیم به این ربات استارت به راحتی میتونیم این کار رو انجام بدیم، چون اینو یک بار تنظیمش کردیم و میایم ربات بعدیمون رو بین این ستاره چینا کپی میکنیم و پیستش میکنیم و با زدن دکمه پلی این شروع میکنه تمام اون کارا رو برای ما انجام دادن. تو ویدیوی بعدی پس
ربات همستر رو بهتون آموزش میدم که چجوری تنظیمش کنیم و اینجا قرارش میدیم تا بتونیم استفادهش کنیم. خب اگر نظری، انتقادی، پیشنهادی، چیزی داشتید میتونید تو بخش کامنت ها بهم بگید و از طریق کانال تلگرام هم میتونید با من در ارتباط باشید. اگر دوست داشتید میتونید سابسکرایب کنید. ممنون از اینکه تا آخر ویدیو با من همراه بودید.